سرخط مهمترین خبرهای روز. هشدار ژیرینوفسکی از عفو شدن مهاجران، هموازی از تاجیکستان با جبهه مقاومت و پیشنهاد اندوز از درآمد مهاجران. سلام بیننده‌های عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. ولادیمیر ژیرینوفسکی راهبری حزب لیبرال دموکراتی روسیه هنگامی برآمدش در پلنوم دومای دولتی از کمیته اتحادیه دولت‌های مستقل پرسیده است که چرا روسیه به عفو مهاجران نیاز دارد. پارلمانتسکایا گازета در این باره خبر داده نوشته است که سیاستمدار روس توجه را به عفو مهاجران نو جلب کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه به ورود 150,000 مهاجر از تاجیکستان اجازه داد، لیکن نه همه به روسیه برگشته میتوانند. این تنها به آنها دخل خواهد داشت که منع ورودشان از جانب وزارت کارهای داخلی صادر شده است. برای آن مهاجرانی که با قرار سود اخراج شدند، ورود به مهلتی از جانب مقامات سود مقرر شده ممنوع باقی میماند. ولادیمیر ژیرینوفسکی هشدار داده است که هر افباش و آنهایی که زورآوری و تجاوز میکرد بازگشتشان به روسیه منع شده بود، اما آنها عفو شده و به زودی میآیند. حالا آنها برمیگردند و شما خواهید دید که چی کار میکنند، گفته است ژیرینوفسکی. در همین حال علیشیر قادیروف نامزد به پرزیدنت ازبکستان و رئیس حزب دموکراتی احیای ملی پیشنهاد کرده است که من بعد مهاجران مهنتی باید از درآمد خود انداز سپارند. انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان 24 اکتبر برگزار می شود. این سیاستمدار سوال گذاشته است که چرا شهروندان ازبکستان که در خارج کار می کنند از درآمد خود انداز نمی سپارند و تاکید کرده است که پولی که مهاجران کار میکنند و به وطن میفرستند نه تنها به عائله آنها بلکه به رشد کشور نیز روانه شود. بنا به آمار بانک مرکزی ازبکستان در سال 2020 مبلغ انتقال مهاجران از دیگر کشورها تا 6 میلیارد دلار و حجم مبلغ‌های از کشور فرستاده شده بیش از 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. با قرار یک انجمن زنان که سال 1995 با ابتکار سازمان ملل متحد دایر شد، هر سال 15 اکتبر همچون روز بین المللی زنان دهات تجلیل می شود. یک هدف اساسی این روز کمک به زنان روستایی است. در تاجیکستان که 73% اهالیش در دهات به سر میبرد، زنان یک قشر آسیب پذیر جامعه به شمار می رود، به خصوص در شرایط دهات. نگار فضل‌الدین خبرنگار آزادی در یک گزارش از ناحیه لخش از روزگاری زنی قصه میکند که بر زم مشکل دهه سردی مناسبت با همسایه کشور به زندگیش تاثیر گذاشته است. روبوچینی حولی، نگاهوبینی گاوومال، باغچه‌کاری و رفتن به سری پاده. روزی بیشتر زنان در دهات با همین کارها میگذرد. از جمله زندگی ماریا نوروای 56 ساله که در یکی از دهه‌های دوردستی لخش یا جیرگتال پیشین زندگی میکند. تیراموز هرشید اینه کشتی کار شید، سیوما میچینیم، کرچگوما اووردیم نه، بور کردیم همشه. در فروختن اتیور کردیم موندیم. حاضر بیکار چی؟ دیخونی مینه کرچگا مینه گفتم کو کرچگا مینه زمین نیگه مینه مولورا نیگه مینه حولیوما نیگه مینه سیو میچینه کرچگا میفروشه زندگی مینه منه میورزه. موریا از جمله قرغیزانی تهجایی است. خسور و خوشتامنش یکی تاجیک و دیگری قرغیزند. به همین ترتیب موریا دو وطن دارد، تاجیکستان و قرغیزستان. دو کشوری که حالا مناسبت خوب ندارند و مرزهای خود را بستند. ولی قهرمان گزارشی ما میگوید در قلبش هر دو کشور جای برابر دارند و مهمتر از همه انسان بودن در کار است.
اینجا توجیک قرغز ارالشن هیچ که توجیک قرغز نمینن همه ارالش. شکل کامل این گزارش رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. امروز 15 اکتبر در کتابخانه ملی تاجیکستان رونمایی کتاب نامه با 5 شعر برگزار می شود. این مجموعه را ابراهیم جان دوستعلی زاده شاعر و ترجمان تاجیک گردآوری و نشر نموده است. مؤلف میگوید آن هم‌آوازی اهل قلم تاجیکستان بر نهضت بیداری و صلح‌خواهی جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمدی مسعود است. این مجموعه با 2 خط کلیلی تاجیکی و عربی اساسی تاجیکی به نشر رسید. در این مجموعه اشعار شاعران تاجیک مومن قناعت، گلرخسار، کمال نصرالله، اسکر حکیم، محمد غایب، نظام قاسم، آذرخش، عبدالله رهنما، ارزوی عیسی، شاعر رحیم جان و دیگران اینچنین مقاله های دانشمندان و ژورنالیستان گردآوری شده است. در این نگاشته ها اهل زیای تاجیکستان غصب افغانستان را از جانب گروه تروریستی طالبان محکوم کرده خواستار استقرار صلح و آسایش در افغانستان شدند. معینه‌ای که با یک خانواده افغان از کابل به بیرون از افغانستان بردند اکنون در اقامتگاه سفیر فرانسه در امارات متحده عربی نگهداری می شود. این معینه جوجی نام دارد و یک دختر خردسال افغان که با خانواده‌اش در یک هواپیمای نظامی از افغانستان رفته است این معینه را با خود برده است. بعد توقف کوتاه در امارات متحده عربی خانواده را به فرانسه انتقال دادند، اما مقامات به دلیل معیارهای بهداشتی اجازه ندادند که دخترک معینه را با خود به فرانسه برد. جوجی معینای افغان است که تازه آموخته به فرانسوی بگوید روز بخیر. رسیدن جوجی از کابل تا اقامتگاه سفیر فرانسه در امارات متحده عرب خود داستان است بی‌مانند. این پرنده را یک دختر خردسال افغان در دشوارترین شرایط و از میان ازدحام 10,000 نفر حدود 1 ماه پیش از میدان هوایی کابل در یک طیاره نظامی با خود بیرون کرد. از این دختر خردسال نام برده نشده اما گفته شده است که او حالا به فرانسه رسیده. هنگام توقف موقت در امارات متحده عرب به دلایل صحی به او اجازه ندادند این معینا را با خود به فرانسه ببرد. دخترک جوان خیلی افسرده بود، گریه میکرد. نزدش رفتم و گفتم من از پرنده‌ات مواظبت خواهم کرد. تنها برایم بگو چی میخورد و نامش چیست. پاسخ هر دو سوالم را داد. نام این پرنده جوجی است. سفیر فرانسه در امارات وعده سپرده که روز جوجی را به صاحب اصلیش در فرانسه برساند. او همچنان به من چیزی گفت که بسیار زیاد احساس برانگیز بود و من گفت در این مرحله تخلیه همه چیزم را از دست دادم، کشورم را، خانه‌ام را و زندگیم را، اما این که همین پرنده هم زنده است و از آن مواظبت درست می شود و من توانایی و امید آن را می دهد که زندگی را از سر آغاز کنم. جوجی مذکر است و در روزهای اول رابطه خوبی با مردان نداشت. اکنون دوست دختر پیدا کرده. ملانی جوی مدیر اقامتگاه سفیر فرانسه با او دوست شده است. آواز می‌خواند، با هلو آغاز کرد، سپس بانجوغ را به او یاد دادم. خیلی این کلمه را دوست دارد و به خوبی آن را تلفظ می‌کند. اکنون با او کلمات دیگر را نیز یاد می‌دهم. ما خیلی خوشحالیم که او را در این اقامتگاه داریم. مهمترین تحولات تاریخ را در بخش تقویم خرمان بخش‌زاده همراه می‌بینیم. 15 اکتبر سال 1929 هیئت شوراهای تاجیکستان اعلامیه برآمدن از هیئت جمهوری شوروی ازبکستان و داخل شدنش به عنوان جمهوری هفتم کامل حقوق به هیئت اتحاد شوروی را قبول کردند. مقام جمهوری جداگانه به تاجیکستان هرچند در قالب کمونیستی ولی امکان رشد بیشتری فرهنگی و مدنی را فراهم کرد. 15 اکتبر سال 2015 پارلمان تاجیکستان جزا برای تنفروشی را سخت‌تر کرد. همکنون برای این عمل نه تنها جریمه بلکه تا 15 شبانه روز حبس تهدید می‌کند. حامیان حقوق می‌گویند تنفروشی بیشتر پدیده اجتماعی بوده، در فضای مشکل اقتصادی و بیکاری بیشتر ظهور می‌کند. برخی پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مردان مشتری آنها هم جوابگو شوند. 15 اکتبر روز زنان دهات تجلیل می شود. در تاجیکستان اکثر ساکنانش از جمله زنان در مناطق روستا و کوهدامن زندگی می کنند و کارشان بیشتر به کشاورزی ربط دارد. تولد فرزند، درآمد کمی پولی و مالی، شرایط معیشی سنگین و مشکل پیدا کردن کار از مشکلات عمده زنان روستاهای تاجیک گفته می شود.
طی چند روز اخیر قرب روبل کمی بالا رفته است و حالا در بانک‌های کشور می توانید برای 1000 روبل روسی 157 سومونی و 30 درم عوض کنید. همچنین برای 100 دلار 1294 سومونی عوض کنید. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. به شما استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهدارتان.